من دوستانی زیادی دارم. با آنها صحبت کرده چی طور خوشحالی است. همین طور من با منیژه و نگاره بازی میکنم. باز علی شیر هست. ما بازی ها را فکر کرده میابیم. این خیلی شوق‌آور میباشد. من علاقه نامگوی رنگ‌های زیادی را میدونم و به من رسم کشیدن پسند است. اینک امروز کشیدن رسم چوچه را سنجیدن لازم. قلمچه زردی من و کتابچه درباره چوچه ها در کجاست؟ در خانه مرا چگویک مینامند. ممکن که من همه وقت چیزی را دانستن میخوام. آخر در جهان همین قدر چیزهای شوق‌آور و نامعلوم بسیار میباشند. من بسیار چیزها را علاقه خودم میکنم. من کلان شدم. وقتی که چیزی از دستم نآید، آنگاه مادرم و پدرم به من کمک میکنند. چنانچه من کلان باشم هم در روی زانوی مادرم نشسته او را آغوش کردن را دوست می‌دارم. در پهلویم بودن مادرم چقدر خوب و فراهم است.